بعد از گذشت 25 سال هنوز هم آتش انتقام شمالی خاموش ناشدنی است. آتش انتقامی که شنیدن نام طالبان را برای هر خانواده شمالیوال ترسناک ساخته است. زمانی که طالبان شمالی را تصرف کردند، دست به کشتارهای وحشتناک زدند. شمالی را آتش زدند، دختران جوان را منحیث بردگان جنسی به ولایت‌های جنوبی بردند، مردان جوان را عقیم ساختند و تاک‌های انگور را به آتش کشیدند. طالبان با این کشتار انتقام شکست سال 1997 را گرفتند. شکست نیروهای طالبان در سال 1997 در منطقه شمالی افغانستان یکی از بزرگترین و سنگینترین شکست‌های این گروه در برابر نیروهای مقاومت به رهبری احمدشاه مسعود بود. در این حمله نیروهای مقاومت حدود 3500 نفر از نیروهای طالبان را اسیر کردند. برخی از نیروهای مقاومت اسیرهای طالبان را در دره‌ها و نقاط‌های کوهستانی رها می‌کردند و طالبان فکر می‌کردند که آزاد شدند و به سرعت در دره‌ها می‌دویدند، بی‌خبر از این که گلوله‌ها پشت سر هم می‌آیند و جسدهایشان را تکه تکه می‌کند. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال شوید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. در زمان تهاجم طالبان به کابل، احمدشاه مسعود 18 ماه و 12 روز نیروهای طالبان را در پشت دروازه‌های پایتخت نگه داشت و در این مدت سخت‌ترین و خونین‌ترین حملات آنها را در تصرف کابل دفع کرد. شامگاه روز جمعه 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند و با افراشتن پرچم سفید امارت اسلامی بر برج کاخ ریاست جمهوری افغانستان قدرت را در دست گرفتند. احمدشاه مسعود بعد از عقب نشینی از کابل هزاران تن از نیروهای خود را داخل دره پنجشیر ساخت و راه ورودی دره را به خاطر جلوگیری از ورود نیروهای طالبان منفجر ساخت. 2 هفته بعد مسعود در یک حمله غافلگیرانه نیروهای طالبان را از دهانه پنجشیر و سالنگ تا دامنه های کوتل خیرخانه در هم شکست و اولین بار 10 نفر از جنگجویان خارجی که بیشترشان پاکستانی بودند به اسارت درآورد. مسعود در 11 اکتبر 1999 با کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و ژنرال عبدالرشید دوستم در ولسوالی خنجان شمال سالنگ معاهده تشکیل ائتلاف نظامی را امضا کردند و با این اقدام تلاش ژنرال نصیرالله بابر وزیر داخله پاکستان را در جلب حمایت و همکاری دوستم با طالبان ناکام ساخت. طالبان در تلاش بودند تا با پیشروی به سمت شمال کابل منطقه استراتژیک شمالی را تحت کنترل خود درآورد. این منطقه شامل ولایت پروان، کاپیسا و بخشای از ولایت بغلان می شد. منطقه شمالی به دلیل نزدیکی به پایتخت و موقعیت کوهستانی برای مقاومت بسیار مهم بود. در سال 1997 نیروهای مقاومت در یک حمله غافلگیرانه در منطقه شمالی به طالبان حمله کردند و بزرگترین تلفات را بر آنها وارد کردند. در این حمله حدود 3500 نفر طالبان کشته و بیش از 700 نفر به اسارت نیروهای مقاومت در آمدند. گزارش ها حاکی از آن است که در جریان این شکست طالبان تلاش کردند از منطقه فرار کنند، اما بسیاری از آنها توسط نیروهای مقاومت
در کمین‌ها کشته شدند. در این حمله تعداد زیاد اسیرهای طالبان کشته شدند. یکی از معروفترین روش‌های این بود که طالبان اسیر شده را در دره‌ها و نقاط کوهستانی رها کرده و به سوی آنها شلیک می‌کردند یا به طور دسته جمعی آنها را اعدام می‌کردند. این شکست برای طالبان قابل باور نبود. طالبان تا آن زمان به پیروزی‌های سریع و گسترش قلمرو عادت کرده بودند. این اولین تجربه شکست برای طالبان بود. این شکست باعث شد تا طالبان ماها از شمال افغانستان عقب نشینی کند. طالبان در سال بعد به ویژه در سال 1999 حملات گسترده به مناطق شمالی افغانستان انجام دادند. در این جنگ نیروهای طالبان موفق شدند دوباره شمالی را تصرف کند و انتقام شکست سالهای قبل را بگیرد. طالبان به خاطر انتقام گیری شروع به آتش زدن خانه‌های مردم کردند. گزارش ها نشان می دهد که هزاران خانه توسط طالبان در این عملیات تخریب و سوختانده شد. بیش از صدها هزار درخت انگور و باغ‌ها در آتش سوختند. حدود 360 دختر جوان شمالی منحیث بردگان جنسی به پاکستان و قندهار فروخته شد. قطعا فراموش نمیشه. مردم کدومن فراموش نمیکنن. ما فدای ننگ و ناموس خود هستیم، فدای دین مقدس اسلام هستیم. میمریم و میریم. اما اولاد ما رو نصیحت کردیم که فراموش نکنید که پاکستانی مادرت خوارده با اون ولد رسونده. اولاد ما فراموش نمیکنن. این وطن انتقام میگیره. مردان جوان شمالی با روش‌های وحشتناک عقیم شدند و بیش از 50,000 نفر به پنجشیر مهاجر شدند. طالبان با ایجاد این وحشت می‌خواستند تا مقاومت در شمالی را نابود بسازد. قماندان ارشد طالبان در شمالی در جریان حملات 1999 ملا دادالله قماندان کسرک نو طرف بگرامی پیشروی میکرد و ملا فاضل از سرک کهنه طرف میر بچکوت پیشروی میکرد. ملا دادالله و ملا فاضل مسئولیت رهبری این جنگ را بر عهده داشتند و با گفته شاهدان عینی مسئولیت سوختاندن شمال بر عهده ملا فاضل بود. روایت ها حاکی از آن است وقت طالبان شمالی را تصرف کردند، ملا فاضل گفت که من از شمالی فقط زمین صاف می خواهم و به همین دلیل دست به سوختاندن خانه ها، ویرانی بند آب، قطع درختان و سوختاندن گندم مردم محل زدند. گندمی است که طالبان در دادن آمدن، ما گریختیم گندم از ما مردم و خراکه زمستان ما خیر دادیم. شما با کجا رفته بودین؟ ما مجبور شدیم که فرار کنیم دیگه، طالبان ما را حتما میکشت. ما مجبور فرار شدیم طرف قشلاقا و دیا و قریا رفتیم. گندم خراکه ما را طالبان آمد در داد، مجبور ما چی کنیم دیگه کام چاره و یه چیز نیست. در کش دادن خانواده ها و ربودن زنان و دختران نیروهای پاکستانی دست بالا داشتند. این مسئله موجب چندین برخورد خونین بین طالبان قندهاری و طالبان پاکستانی شد. شورای مشرقی نیز از آوردن زنان به جلال آباد ناراضی بودند و تعداد زیاد این زنها را دوباره به کابل فرستادند. کودکان هنگام فرار از خانه‌هایشان در گذرگاه‌های کوهستانی به داخل رودخانه پنجشیر افتادند که بعد از گذشت مدت اجساد آنها پیدا شد. با این حال طالبان هرگز نتوانستند با موجودیت احمدشاه مسعود کنترل تمام بخش‌های افغانستان را در دست بگیرد. 9 سپتامبر 2001 است و طالبان خبر کشته شدن احمدشاه مسعود فرمانده جبهه ائتلاف شمال را جشن می‌گیرد. مرگ مسعود به معنای تسلط طالبان در تمام افغانستان بود، اما این خوشی دیر دوام نکرد. فقط 2 روز بعد حادثه 11 سپتامبر رخ داد و طالبان خود را در میان بمب‌های آمریکایی دیدند و به این اساس
جنگ 5 ساله شمالی به اتمام رسید، اما داستان شمالی هنوز هم برای هر فرد شمالی وال ترسناک است و بعد از گذشت 25 سال هنوز هم آتش قلب اینها خاموش ناشدنی است. شما چی فکر میکنید؟ چرا هر صفحه تاریخ افغانستان اینقدر تاریک و دردناک است؟ حتما نظر خود را در قسمت کامنت همین ویدیو با ما در میان بگذارید. ممنون که تا حالا بیننده این ویدیو بودید. اگر به این سبک ویدیوها علاقه‌مند هستید، کانال ما را سابسکرایب و این ویدیو را با دوستانتان در میان بگذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.